بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با عرض سلام خدمت دوستان محترم. با عرض معذرت که چند مدتی برنامه نداشتم، ولی الان دلیم است از این بعد دوباره شروع کنیم روی موضوعات جدید کار کنیم. موضوعی که فعلا مد نظر گرفتم مهاجرته. ببین اصلا مهاجرت چیه؟ چرا مردم مهاجرت میکنن؟ آیا لازمه یا نیست؟ ببینید خود خداوند در قرآن گفته که اگر کسی در یک منطقه‌ای که هست زندگی میکنه، اگر روزگارش خوب نمیشه، وضعش خوب نمیشه، پیشرفت نمیکنه، مسافرت کنه، بره توی مملکت دیگه، یک جای دیگه، یک منطقه دیگه، یک جای دورتر، اونجا کار کنه، روزگارش خوب میشه. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که من الان مثلا توی این منطقه نشستم، خب دوست دارم، رقیب دارم، رفیق دارم، فامیل به اصطلاح روم نمیشه، فامیل در مقابل اون یک سری کارا رو انجام بدم. اما وقتی که دور باشم از چشمشون، هر کاری انجام میدم. به طور مثال الان موقعی که ما توی منطقه خودمون کارگری نمی‌کنیم، بس آره اون فلانی کارگری فلانی رو بکنه، اما وقتی بریم کشور خارجی یا جای دور بریم، حتی دستشویی هم میشوریم، کارگری که جای خودش داره، همه کار انجام میدیم، چون احساس غربت به وجود میاد و تمام وجودمون رو میگیره. این احساس غربت ما رو تحت فشار میذاره، ما هر کاری میکنیم دیگه. اونجا ننگ منگ وجود نداره، ما از فلانی ننگ بخوریم یا پیغور بخوریم که حالا فلان کار انجام ندیم، هر کاری باشه انجام میدیم. پس این باعث به خود خداوند حتی گفته که وقتی روزگارت خوب نمیشه، وضعت خوب نمیشه، مسافرت کن، برو جای دیگه، برو جای دورتر، برو جایی که تو رو کسی نمیشناسه، جای ناآشنا کار کن، موفق میشی، پیشرفت میکنی. به خاطر همین مهاجرت به وجود. حالا یک مهاجرتی که ماییم، حالا بالفرض کشور ما فهمیدیم که خراب، بالفرض جنگ و بهانه طالباس و نمیدونم جنگ و اینا، این که جای خودش. اما در کل کسی که روزگارش خوب نمیشه توی منطقه‌ای که زندگی میکنه، باید مهاجرت کنه. پس مهاجرت توی تمام دنیا وجود داره. معنی بر این نیست که حالا فلان کشور چون وضعیتش خرابه فقط مهاجرت میکنه. نه، اون کشورهایی که مردمش وضعیتشون خوبه، اونا مهاجرت میکنن، مجبور میشن اکتلادی، نمیتونن. اونایی که نمیتونن باید مهاجرت کنن، برن توی مملکت دیگه، توی کشور دیگه، دنبال فرصت ها بگیره، فرصت های شغلی و ازش استفاده کنه. اما بحثی که الان داریم مهاجرت، این یکی مهاجرت، یکی همین که مهاجرتی که ما که اومدیم توی ایران. دوستان خداییش تا حالا به خاطر مادرم نمیتونستم صحبت کنم، اما مادرم به رحمت خدا پیوست. اما از این به بعد دیگه کسی جلو دارم نیست و از خداوند کمک میخوام بگم، واقعیت ها رو بگم درباره مهاجرین افغانی توی ایران و دیگر کشورها. بگم که مردم افغانستان چی کارا میتونن بکنن ولی نتونستن و نکردن، نشد. بحث ادامه میدم، چند دوره ای میخوام صحبت کنیم، نشد. ببینید خب ما توی افغانستان این کار انجام نمیدیم، اینجا اصلا این کارا رو به آسانی انجام نمیدیم، مثلا غرورمون اجازه نمیده. اما توی ایران میایم دست به هر کاری میزنیم، هر کاری که به ما بگه ما انجام میدیم، سرمون رو میندازیم پایین، تو سر ما میزنه، ما صدامون در نمیاد. اینکه دولت میگیره رد مرز میکنه، اذیت میکنه، اینا جای خودش. از این واس خودمون پنهان نگه میداریم، یا اوشکی میریم سر کار، یا اوشکی میایم خونه. خیلی وضعیت خراب، خیلی با وضعیت خراب ما اینجا زندگی میکنیم، بازم زندگیمون درست میکنیم. اما توی مملکت خودمون اگر همین کار انجام بدیم، افغانستان از دبی، کویت هم جلوتر میره، از آمریکا هم جلوتر میشه. به خاطر همینه که خداوند گفته مسافرت کنیم، مهاجرت کنیم. ما مهاجرت برای همه است. کشورهای اروپایی و آمریکایی چرا پیشرفت کردن؟ چون از مهاجرا استفاده کردن. همش کشور مهاجر. ببین آمریکا چند ساله فهمیدی به وجود اومده؟ 700 800 سال، 900 سال، به 1000 سال نمیکشه.
همهشون مهاجرن، چون مهاجرن پیشرفت کرده. ببین مهاجر از جون مایه میذاره، کار میکنه، زحمت میکشه، دست به هر کار، ببین هر کاری که بهش بدی انجام میده، ولی خلاف نمیکنه، کارهای بد انجام نمیده، کار نادرست انجام. حالا یک سری هستن یک سری خطاهایی میکنن، اون نباید بس حساب کل مهاجرین میده. خب پیش میاد این مسائل. وقتی زرد زیاد باشه کاسه به دیگ میخوره، دیگ به کاسه میخوره، نمیدونم کتری به قاشق میخوره، دنگ صدا. این قانون دنیا جمعیته، اتفاقا پیش میاد. باید این چیزا اصلا فکر نکنی دربارش و اصلاحش کنی. مهاجرین کوشش میکنن، با تمام وجودشون کار میکنن و تحت فشارن. این تحت فشار باعث میشه استعدادشون شکوفا باشه. بهترین طرح‌ها و بهترین کارا رو انجام میده، تو ذهنشون میگرده. اگر فرصت کار کردن داشته باشه، اگر اجازه کار کردن داشته باشه، بهترین طرح‌ها رو انجام میده، بهترین کارا رو انجام میده، بهترین برنامه‌ها رو پیاده میکنه. اما اگه اختیار نداشته باشه، هیچ دیگه. مثل که ما تو ایران هیچ اختیاری از خودمون نداریم، اجازه کار نداریم، اجازه تجارت نداریم. تنها کاری که میکنی کارگریه. درس نمیتونیم بخونیم، درس میخونیم تا دانشگاه، از دانشگاه بعد اجازه نمیدن. اون جدیدن یک سری بچه‌ها رو گرفتن، از پیش اصلا اجازه نمیدادن. بعداً توی برنامه بعدی دوباره میگم که این کیا ضرر کرده، هم ایران ضرر کرد، هم افغان. فکر میکنن افغانی‌ها ضرر کرد، بیشتر خود ایرانی‌ها ضرر کردن. بعد من ضررشو میگم توی برنامه بعدی. ببین به غیر از کارگری چیز دیگه به ما نمیده، اجازه نمیده، اجازه تجارت به ما نمیده، اجازه مغازه داری به ما نمیده، اجازه کارخانه زدن نمیده، اجازه تولیدی به ما نمیدن، اجازه پول پیدا کردن به ما نمیدن. هر میگن بخورن بخوابن، بخورن کار کنن بخورن دیگه نمیدن به اصطلاح. به اندازه پیدا کنن که زنده بمونن و کار کنن. این افغانی ها تنها ضرر نمیکنه، ایران هم ضرر میکنه. هرچند که الان افغانی ها جلو چی بهش میگن این تحریم، جلو تحریم افغانی ها گرفته. اینم براتون میگم که چرا گرفته. اگر افغانی ها نمی بود ایران نابود میشد، حالا با این تحریمی که الان هست. ولی مردم واقعیت ها رو نمیدونن، ولی من میگم بهتون واقعیت ها رو، حقیقت ها رو براتون آشکار میکنم. اگر زنده بودم به امید خداوند و بهتون میگم دلیلش دونه به دونه، تک به تک. حالا افغانی میره کار میکنه، ایرانی میره درس میخونه. افغانی میره ته تهش یا کشاورز میشه یا بنا میشه، ایرانی میره دکتر میشه، مهندس میشه، دانشمند میشه. افغانی کارگری کار میکنه، ایرانی تجارت میکنه، تولید میکنه، بعد کلاهبرداری میکنن، فسق و فساد میکنن. باش درست انجام بدن. بعد من بهتون میگم دلایلش، میگم بی دلیل نمیگم، حرفم دلیل دارم، دونه بدونه بهتون میگم. بعد یه جایی که بشینن میگن که افغانی ها حق ما رو خورده، افغانی ها نون یارانه ما رو خورده، افغانی ها مالیات نمیده، افغانی ها فلان نمیکنن. ببینید دونه بدونه براتون میگم، به واضح بهتون میگم، به والله قسم واقعیت ها رو بهتون میگم. فقط اجازه زنده بمونم. اگر کشتن منو که دیگه خودتون میبینین دیگه، برام قطع میشه دیگه، اصلا نه. اما اگر به زنده بمونم ادامه بدم واقعیت ها رو بهتون میگم. که اینی که میاد میگن نون ما رو خوردن و فلان ما رو خوردن، یارانه ما رو بردن. مثل یه کارشناس فهمید احمق اومده نشسته بود میگفت آقا ما 7 میلیارد دلار فهمید یارانه ما رو میکنن، ما 7 میلیارد دلار فهمید یارانه به طور غیر مستقیم میبرن، به طور 7 میلیارد دلار نمیدونم یه یارانه ما اینجوری میکنن. یعنی 21 میلیارد دلار در سال فهمید افغانی فقط یارانه اینا رو میخورن. آخه بدبختی بیچاره افغانیه که جلو تحریم وایساده.
یک مملکت سرمایه‌اش، قدرتش، ثروتش دو چیزه: یکی سرمایه پولی، یکی سرمایه کاری. یکی قدرت پولی، یکی قدرت کاری. قدرت پولی که تحریمه، نمیذارم. به این نفت و گازتون مینازین، 1/4 قیمت دارن میفروشینش. بعد اکثرشون پول نمیدن. خیلی هاشون که پول میدن جنس بهتون میدن، جنس های بنجلی که اصلا مفت نمیارزن. نفت 1/4 قیمت میفروشین، دوباره پولش ازش نمیتونین بگیرین. دوباره میگن افغانی خورده، به نفتتون مینازین. تحریم. تجارت جنس بخوای بخری مواد اولیه باید 4-5 برابر تا 10 برابر بخری. خب پس سرمایه اولیه، سرمایه پولیتون به باد میره، 1 قرون گیرتون نمیاد. و دومین سرمایه که به اصطلاح بال یک پرپر که پرواز میکنه، به اصطلاح بال یک کشور که بخواد پرواز کنه، سقوط کنه، بره بالا، دو چیزه یعنی بالش: یکی از بالاش پوله، یکی کاره. کارم همین دست افغانیه. افغانی ها دارن کار میکنن. ثروت کاری ایران، سرمایه کاری ایران افغانیه. افغانی میره کار میکنه، ایرانی میره درس میکنه. افغانی کشاورز میشه، یعنی که تو گاوداری میشه کار میکنه، گاودار میشه. گاودار که نمیشه، کارگر گاوداری میشه، یا بنا میشه، کارگر بنایی میشه. ایرانی میره مهندس میشه، دکتر میشه، دانشگاه میره. وقت ما افغانی رو مقصر میدونیم. افغانیان که کار میکنن نون پیدا میکنن برای شما و شما دارین لذتش میبرین. باز بزنین تو سر افغانی بگین افغانی بده، ردی مرز کنین، پدرشو در بیارین. اینه که دعایش افغانی نابود کرد اون جای خودش. من در این بارا بحث میکنم، صحبت میکنم، براتون میگم. مهاجرین، ببین کشورهای عربی، کشورهای آمریکایی، کشورهای اروپایی از مهاجرین استفاده کردند، پیشرفت کردند. اما ایران اومد سفت گرفت، به اصطلاح افغانی ها رو تحت فشار گذاشت، غریب نگه داشت، نذاشت درس بخونه، نذاشت پیشرفت کنه، نذاشت تا این تجارت بکنه، نذاشت پول در بیاره. خودش هم ضرر کرد، تنها که افغانی ضرر نکرده که. بهتون میگم دلیلش، الان توضیح میدم. بچه افغانی درس میخونه، میره تا دانشگاه، مجبور میشه ول کنه، دانشگاه نمیذارتش بره. تا راهنمایی درس میخونه، تو دبیرستان هی انگولکش میکنن، اذیتش میکنن که اون نره دبیرستان درس بخونه، دبیرستان ول میکنه. یعنی بچه رو میبره تا اون نقطه ثمر میرسونه، بعد ولش میکنه، نمیذاره پیشرفت کنه. یه تعدادی میرن خارج، 4 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه درس میکنن، بهترین مهندس میشه و لذتشون خارجی ها میبرن. ایرانی ها فکر میکنن که به اصطلاح دارن جلو افغانی ها رو میگن، جلو پیشرفت افغانی ها رو میگن. خبر ندارن که همون جوری که جلوش میگیره همونجور خودشون ضرر میکنن. اگر نه الان از آمریکا جلو میشد. باید مهاجرین آمریکا رو بسنجین، مهاجرین ایران رو بسنجین. بریم مهاجرین اروپا رو بسنجین، مهاجرین افغانی ایران رو بسنجین. بریم مهاجرین دبی بسنجین، مهاجرین ایران رو بسنجین. نسبت به اونا چه تعداد مهاجر توی ایران زیاده. اگر اجازه میدادن، اگر اجازه درس خواندن میدادن، اگر اجازه تحصیل میدادن، اگر اجازه کار و پیشرفت میدادن، الان ایران تو دنیا حرف اول میزد، اول قدرت جهان میشد، از نگاه ثروت، از نگاه قدرت. که این بازم براتون میگم چون طولانی میشه، دوباره براتون میگم انشالله. منتظر به جهان باشین و من الله توفیق.